بری همون دوش بگیری. چی بگیرم؟ هیچی بابا ولش کن هیچی. ببینم چه پسر گلی هستی تو. گوگلی مگردی. آیا ولش کن. چیه ول کنم؟ ول کن لپ ول کن. لپ چیه؟ این لپ ولش کن. خب تو منو میشناسی؟ منو میشناسی؟ نه. من جمشید پولک مباشر و مشاور پسرعموهاتم. متوجه شدی؟ من جمشید پولک مشاور و مباشر پسرعموهاتم. گرفتی؟ نه. خب من اصلا حواسم نبود. 2 جمله برات خیلی سخته. ببین من جمشید پولک هستم. متوجه شدی؟ گلمراد که خر نیست. مباشر و مشاور پسرعموهات. فهمیدی؟ گلمراد که خر نیست. آفرین. حالا من کی هستم؟ گلمراد کجا بدونی؟ خب اصلا ولش کن فراموشش کن مهم نیست. ببینم تو چقدر پول همراته؟ پول؟ ببینم خب درش بیار ببینم. چیه؟ اونو از تو بخچه درش بیار. دست تو. من کی دستم داخل این رفت؟ همین چند ثانیه پیش دستتو کرده تو بخچه پول در بیاری. گلمراد که پول نداره. مگه جمشید مرده که گلمراد پول نداشته باشه؟ بیا عزیز من. این پول مال تو. بگی حالا الان گلمراد پول داره. گلمراد پول داره. آره. گلمراد کلاه نو میخره. بله. گلمراد مسواک میخره. آفرین. مگه تو مسواک هم میزنی؟ مسواک هم میزنی؟ مسواک چیه؟ هیچی بابا ولش کن. ببینم حالا که پول گرفتی سندو بده به من و برو. زمین مال منه. کجا برم؟ برو شهرتون دیگه. زمین مال منه. زمین سند تو بده به من. برو. خدافظ. چرا؟ الان من بهت پول دادم. 5000 تومان پول دادم. سند دیگه مال منه. زمین من گرونتره. زمین تو گرونتر نیست. الکی بهت گفتن. زمین تو مگه چقدر میارزه؟ زمین من متری 2 میلیون تومان میارزه. تو اینا رو کجا میدونی؟ نمیدونم. ببین هر کی بهت گفته سیاد کرده. از وسط این زمین اتوبان رد میشه. نه شهردار گفت از خیابان پشتی اتوبان رد میشه. مگه تو شهرداری هم رفتی؟ نه. خب پس اینا رو از کجا میدونی؟ نمیدونم. نمیدونی؟ نه. باشه. ببین زمینت مال من همون متری 2 میلیون تومان. نمیفروشم. ببینم تا حالا تو عمرت تو 2 میلیون رو یه جا دیدی؟ نمیفروشم. اینو ببین 2 روز با خرش اومده اینجا برای آدم شده.